السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم همتان صحت و سالم و امین از سرایت کرونا ویروس هستید. با برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز خوش آمدید. شوکتی محمد با شما هستم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهای امروزه. تفاوت مردم سالاری، گزارش تین به تین حکومتداران قرقیزستان و نامعینی صرف حکومتداران تاجیکستان. شکایت ساکنان منطقه های گوناگون تاجیکستان از قیمت شوی آرد و خوراک در بازار و فروشگاه ها. سازمان بین المللی پول هشدار داد کشورهایی را که با فساد گسترده و عدم شفافیت دولتداری میکنند شورش های مردمی تهدید میکند. در جمهوری همسایه تاجیکستان قرقیزستان سایت راه اندازی کردند که هر کاربر میتواند توسط آن مصرف های مقامات برای مبارزه با ویروس کرونا را پیگیری کند. سه نهاد که دسترسی به این مبلغ ها دارند تمام معلومات را در آن نشر میکنند. وزارت مهنت و رشد اجتماعی، وزارت تندرستی و شهرداری بیشکک درباره حجم مبلغ های دریافت شده و حجم و سمت مصرف آنها گزارش ارائه میکنند. هر کاربر میتواند در این سایت معلومات درباره اینکه چقدر مبلغ به صورت حسابها برای مبارزه با کرونا ویروس وارد شد، به کجا مقامات ذی‌دخل مصرف کردند معلومات پیدا میکنند. همچنین درباره کمک‌های خیریوی دریافت شده و مصرف آنها میشود معلومات گرفت. در این سایت همچنین فرمای مخصوص برای شهروندانی که میخواهند خیر کنند و شهروندانی که نیاز به کمک دارند گذاشته شده است. تا صبح امروز 16 اپریل وزارت تندرستی قرقیزستان 125 میلیون و 400 هزار سوم معادل 1 میلیون و 600 هزار دریافت کرده 6.5 میلیون سوم معادل 82,400 دلار مصرف کرده است. وزارت مهنت باشد 13 میلیون و 700 هزار سوم معادل 173,600 دلار گرفته 4 میلیون و 300 هزار سوم برابری 54,400 دلار و شهرداری بیشکک باشد 3 میلیون و 200 هزار سوم برابر با 40,500 دلار دریافت کرده 2.5 میلیون سوم معادل 31,700 دلار مصرف کردند. با پخش تگمه جزئیات می شود دید که مثلا وزارت تندرستی در یک شبانه روز اخیر چند بار برای پرداخت جبران به طبیبان مبلغ جدا کرده است و به شمار زیاد از شخصان واقعی از 1 تا 31 هزار سوم با حساب دلار از 12 تا 393 دلار ارسال نموده است. در بخش مبلغ های وارد شده می توان معلومات درباره کمک های بشردوستانه را پیدا کرد. ظاهراً نام شرکت و نفران کمک کرده در همان شکلی که خودشان خواستند نشر می شود. اکنون برمیگردیم به تاجیکستان. در همین حال با وجود رسیدن کمک های زیاد بشردوستانه و قرض و گرانت ها به تاجیکستان برای مبارزه با ویروس کرونا، مقامات تا حال برای کمترین مبلغی هم حسابات ارائه نکرده اند و معلوم نیست آن مبلغ ها به کجا مصرف می شوند. معلومات های درباره فروخته شدن کمک های بشردوستانه نیز نشر می شوند. یکی از اولین ها شده برای مبارزه با کرونا آلمان به تاجیکستان 1 میلیون یورو کمک کرد، ولی خبری از به کجا روانه شدن آنها نشر نشد. این کمک به کجا رفت؟ کسی معلومات نداد. در حالی که خبرهای مثل از حساب مردم نگاهداری شدن کرانتین شده ها رسانه‌ای شدند. یعنی از مردم طلب کردند که به کرانتین شده ها خوراک بیارند و آنها را به دیگر لوازمات ضروری تأمین کنند. بعد آلمان
بانک آسیایی رشد بیش از 100,000 دلار کمک کرد. اتحادیه اروپا 48 میلیون یورو کمک کرد و 30 میلیون یورو قرض میدهد. بالای 48 میلیون یورو باز 30 میلیون یورو دیگر قرض میدهد. همچنین بانک جهانی و خزینه بین المللی اسعار اظهار آمادگی برای رسانیدن کمک و قرض کردند. ازبکستان کشور همسایه که حالا چقدر شهروندانش با کرونا ویروس گرفتار شده‌اند، 18 واگن حامل آرد و روغن و لوازمات طبی برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان ارسال کرد. کشور چین هم لباس مخصوص طبی، حرارت سنج و نقاب، دستگاه نفس صنعی و غیره به تاجیکستان کمک نمود. روسیه باشد تست و دیگر لوازمات طبی فرستاد. سازمان آمریکایی یوساید برای طبیبان لباس‌های مخصوص و دیگر لوازمات طبی به تاجیکستان کمک کرد. قزاقستان 5000 تن یا 100,000 خلطه آرد به تاجیکستان ارسال کرد. 100,000 خلطه. اما تا حال حکومت تاجیکستان برای یک خلطه آرد قزاقستان یا ازبکستان حسابات نداده است و معلوم نیست 18 واگن کمک ازبکستان کجا شدند و به کیها رسیدند. هر چند مقامات قزاقستان از ارسال 5000 تن آرد خبر دادند، مقامات تاجیک هیچ معلومات در این باره به جامعه ارائه نکردند. این تنها قسمت از کمک‌های رسیده به تاجیکستان بودند که رسانه‌ای شدند. کمک‌های هم وجود دارند که رسانه‌ای نشده اند و جامعه از آنها خبر ندارد. یگانه خبری که درباره کمک‌های رسیده دسترسی رسانه‌ها و مردم شده است، فروش مجبوری لباس‌های مخصوص طبی، و دستپوش و نقاب‌های در شکل کمک بشردوستانه وارد شده به تاجیکستان میباشد. ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی از فروش مجبوری لباس و نقاب به طبیبان خبر دادند. شمار این گونه خبرها در شبکه‌های اجتماعی آنقدر زیاد بودند که شبهه به واقعیت داشتنشان نمانده است. همچنین سامانه اصلاح با تکیه به منابعش اعلان کرد که لباس‌های مخصوص طبی به طبیبان از طرف دختر رئیس جمهور پروینه امامعلی فروخته می‌شوند. این هم در حالی است که کشورهای دیگر از جمله ازبکستان و قرقیزستان از کمک‌های بی سابقه به طبیبان خبر داده‌اند. نزدیک به 30 سال است که تاجیکستان از تمام جهان کمک‌های بشردوستانه دریافت می‌کند. در داخل مردم را متقاعد می‌سازد که ما پیش رفته ایستاده‌ایم، ما ترقی کرده ایستاده‌ایم. تاجیکستان به کشورهای پیشرفته تبدیل یافته ایستاده است، به بهشت روی زمین تبدیل یافته ایستاده است، لیکن مدت 30 سال است که از گدایی دست نبرداشته است. 10 سال اول کمک‌ها به مردم می‌رسیدند، کمک‌هایی که از تمام جهان به تاجیکستان می‌آمد. در 10 سال اول استقلالیت مردم یک کم باشد این کمک‌ها را می‌دید. در 10 ساله دوم یک کم قسماً. اما 10 ساله آخر، در همین 10 ساله آخر کسی آن کمک‌ها را نمی‌بیند و معلوم نیست بین کیها تقسیم می‌شود. کمک‌ها تنها در بازار ضمن فروش به چشم مردم می‌خورند. حالا شدیدترین بحران عصر فرا رسیده است. امکان گرسنگی به نیمی از مردم کشور تهدید می‌کند. وقتی آن رسیده است که مقامات از دزدی کمک‌های بشردوستانه دست کشند و مثل کشوری همسایه قرقیزستان برای هر درمی آن به مردم حسابات دهند. تماشابینان گرامی، برنامه ما ادامه دارد. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه به شما گزارش می‌دهد. پذیرا باشید.
تای 50 کیلویی ارد در مرکز مأموری ولایت ختلون به 254 سومونی برابر شده است. در ماه مارت نرخ یک خلطه ارد در اینجا حدود 200 سومونی بود. در این باره به سامانه اخبار یک منبعش از بختر خبر داده گفته است یک خلطه 50 کیلویی ارد را 254 سومونی نرخ ماندند. خلطه 10 کیلوییش 51 سومونی است. یک کیلو کارتوشکای تیر ماهی حالا در بختر 6 سومونی و 80 درم و یک کیلوی کارتوشکای حاصلی نو 11 سومونی است. ولی در بازار کارتوشکا نیست. فروشنده ها می گویند که یک مقداری کمی که وارد می شود هر روز در یک مدت کوتاه پورا فروخته می شود. با گفته منبع خبر حالا یک کیلو پیازی حاصلی نو 4 سومونی و یک کیلو پیازی حاصلی کهنه 5 سومونی و 20 درم نرخ داشته 5 لیتر روغنی تصفیه شده با نرخ 65 سومونی و روغنی تصفیه نشده 5 لیتری با نرخ 62-63 سومونی فروخته می شود. منبع می نویسد ساکنان از گوشه های گوناگونی تاجیکستان روزهای اخیر از افزایش به شدت نرخ‌ها در بازارها شکایت می کنند. گفته می شود در دوشنبه نرخ ارد 240-245 سومونی شده، نرخ یک کیلو کارتوشکا در بعضی بازارها از 7 سومونی هم گذشته است. بنا به نوشته شیروانی عمریدین روزنامه‌نگاری تاجیک در صفحه فیسبوکیش روز 15 اپریل نرخ محصولات اساسی مورد نیازی مردم در شهر و دهات پنجکند 50 کیلوگرم ارد از 240 تا 250 سومونی، 1 کیلوگرم گوشت از 55 تا 60 سومونی، 1 کیلوگرم کارتوشکا از 7 تا 10 سومونی، 1 کیلوگرم سبزی از 1.5 تا 2.5 سومونی، 1 کیلوگرم پیاز از 4 تا 5 سومونی، 1 کیلوگرم گریچکا از 11 تا 13 سومونی، 1 کیلوگرم برنج از 13 تا 17 سومونی، 1 لیتر روغن از 12 تا 15 سومونی، 1 پاچکا تخم از 23 تا 25 سومونی برابر است. فروشنده ها افزایش نرخ محصولات را به ویژگی های موسمی و هم بالا رفتن قربی دلار ربط می دهند. اما در حالی که نرخ دلار رسما همگی 5-6% بالا رفته است، نرخ برخی محصولات از 20 تا 40% افزایش یافته است. از هم افزایش زیاد در نرخ کارتوشکا مشاهده می شود که ماه فوریه تا 4 سومونی بود و حالا بنا به خبرها نرخ 1 کیلو کارتوشکای تیر ماهی از 7 تا 8 سومونی شده است. نرخ کارتوشکای حاصلی نو باشد 50-60% از این هم بلندتر است. صندوق بین المللی پول نسبت به امکان بروز ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضی جدید در جهان به دلیل رکود اقتصادی ناشی از پهنشوی کرونا ویروس هشدار داد. این سازمان روز چهارشنبه 15 اپریل ضمن نشر گزارشی از افزایش فقر و بیکاری در کشورهای گوناگون جهان ابراز نگرانی کرده در مورد ناآرامی‌های اجتماعی در پی همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 هشدار داد. با باوری کارشناسان صندوق بین المللی پول اگر اقدامات دولت‌ها برای کاهش بحران اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19 ناکافی باشد، امکانی به میان آمدن اعتراضات جدید در برخی از کشورها وجود دارد. در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است که اگر کمک‌های دولتی کشورهای بحران زده به طور ناعادلانه به نفع شرکت‌های بزرگ و نه برای عمومی مردم تقسیم شود، این امر می تواند باعث سر زدن ناآرامی‌های اجتماعی جدید شود. صندوق بین المللی پول هشدار داده است که این خطر به خصوص در کشورهایی که پیش از این نیز با فساد گسترده و عدم شفافیت در امور دولتی روبرو بودند و اقدامات دولتی و خدمات عمومی ضعیف داشتند، بیشتر مشاهده خواهد شد. در این گزارش به ناآرامی‌های اجتماعی سالهای اخیر که ناشی از نارضایتی نسبت به سیاست اقتصادی کشورهای گوناگون است، به عنوان نمونه در اکوادور، چیلی، گایتی، ایران و جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه اشاره شده است. بحران اقتصادی ناشی از پهنشوی ویروس کرونا در حال حاضر نیز تنش‌هایی را در چندین کشورهای جهان ایجاد کرده است و حتی تنش‌های عائلوی زیاد شده، از همپاشی عائله‌ها چندین برابر افزوده است. دولت‌های گوناگون در سراسر جهان مبلغ‌های هنگفته را برای کاهش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترش ویروس اختصاص دادند.
با گزارش صندوق بین المللی از این مبلغ حدود 3 تریلیون و 300 میلیارد دلار معادل حدود 3 تریلیون یورو برای صرف اضافی دولت‌ها، حدود 1 تریلیون و 800 میلیارد دلار برای پرداخت قرض و مبلغ 2 تریلیون و 700 میلیارد دلار برای ضمانت‌های دولتی در نظر گرفته شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد تاکنون 49933 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور بهبود یافته از بیمارستان‌ها مرخص شدند. کیانوش جهانپور، رئیس مرکزی روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از روند پایین‌شوی گرفتاری به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. طبق اطلاع خبرگزاری پارس تودی به نقل از رئیس مرکزی روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1512 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که در مجموع تعداد افراد مبتلا به این ویروس در کشور به 76389 نفر رسیده است. جهانپور با اشاره به فوت 94 بیمار دیگر در 24 ساعت گذشته افزوده است که در مجموع از زمان پهن‌شوی ویروس کرونا در ایران تاکنون 4777 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری افزوده است مردم ایران نیز در سراسر کشور با راه اندازی رزمایش سراسری کمک مؤمنانه برای خدمت رسانی به نیازمندان و اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا و افرادی که کار خود را بر اثر شیوع این ویروس از دست دادند وارد عمل شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان روز چهارشنبه به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد دست کم 127,000 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 490,000 نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان‌ها مرخص شدند. این بود مطلب‌هایی که امروز برایتان آماده نمودیم. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ادناکلاسنیکی، توییتر، ساوندکلاود، وکانتاکت و غیره قابل دریافت است. در پایگاه پیام.net همه روزه از خبر و رویدادها گزارش داده می شود. تحلیل ها و مقاله های دینی و فرهنگی و سیاسی نشر می شوند. این همه محض برای شماست. امیدواریم پذیرایی خواهد شد. مرحبا به پایگاه پیام.net. تماس با ما توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.